خب اینجا یک سوال آمده است. آیا محیدین کبیری کتاب خالقزاد را خوانده است؟ اگر ها، چه نظر و اندیشه آید این کتاب دارد؟ تشکر. دوست گرامی، من کتاب را پورا نخواندم، اما تقریض یا نوشته ها در این باره این کتاب را خواندم. بعضی پارچه‌هاش رو دوستان روان کردن خواندم، چون متاسفانه کتاب را نه در شکل الکترونی PDF یا خطیش ندارم، ولی من حتی مقاله های بر ضد کتاب را هم خواندم. یعنی میتونم گفت در عموم که یک تصورات عمومی درباره این کتاب دارم، درباره مؤلفش دارم، درباره محررش هم دارم و نقطه نظر طرف ها را هم میدانم، چه کسانی که پشتیبانی از مؤلف کتاب و کتاب میکنن و چه کسانی که بر علیه این نویسنده و کتاب هستند. خب نظر شخصیم چی است؟ نظر شخصی من این است که یک کتابی خیلی خوب، خیلی جالب، خیلی خواندن باب هست، اما کتابی غیر معمولی نیست که برای اون باید صاحبش زندانی شود. و اون نقطه هایی را که مخالفین همین کتاب و دشمنان همین مؤلف نوشتن به آن اشاره کردن، نه جنایت است، نه تحقیر است، نه حتی سزاواری انتقاد شدید هست. بله میتون انتقاد کرد، میتون ناراضی بود و حق دارن، باید بکنن، اما اینکه نفر رو زندانی کنن بعد چند نفر دیگر بیان اون رو باز توجیه کنن یا دلیل بیتراشن که برای چه زندانی کردن، این واقعا یک مصیبت است. و ببینید، من صحبتی در رادیو آزادی بود، به فکرم صحبتی شاعر و روزنامه‌نگار ظفر صوفی با عبدالقادر طلبک رو تماشا کردم. یعنی خیلی دلیل های عجیب و غریب یعنی طرفداران حکومت میارن. فقط این بنده خدا نه، در عموم حالا دیگرانش که باز خیلی معذرت میخوام احمقانه تر از اینش، ولی مثلا میگوید که دلیل بیارد برای آنکه میگوید که بابا جان غفوروف یا کدام کاتبی سیاکی پیشینه در زمان اون چی کارش صورت گرفت، یا مسئله فساد بود، یا درباره حکومت کدام نهاد دولتی اثبات کند که فساد است. مؤلف چگونه در یک قصه، در یک کتاب بدیعی رو باید اثبات کند؟ با منطق این نفر و این نفران، فردوسی اگر زنده می بود، همین حکومت رحمان، همین طلبکوفا، همینا فردوسی رو بدون کدام شک تهمت ضحاک ماران زندانی میکردن. از فردوسی طلب میکردن که اثبات کن که ضحاک ظالم بود، اثبات کن که ماران ضحاک در کدام عصر پیشتر مغز سری تاجیکان و آریایی ها را میخورد. خب فردوسی چگونه اثبات کند؟ ناصر خسرو در سفرنامه‌اش چگونه اثبات کند؟ سعدی شیرازی در گلستان، سعدی که بدون شک در زندان رحمان میپوسید و این چاپلوسان حکومت همه اشان بدون استثنا، نه اینکه در اینایی که در رادیو آزادی دیگر جا بحث میکنن، اصلا بدون استثنا اینا بر ضد سعدی شیرازی برای مسخره کردن پادشاه و امیر و برای تنقید حاکمان زمان خودش اینا دلیل میتراشیدن، دلیل میآوردن. من وقتی که اینها رو میبینم میگم خوش به حال محمود غزنوی و خوش به حال نمیدونم اون پادشاهانی که در زمان سعدی بودند و فردوسی بودند و در زمان ناصر خسرو بودند و در زمان عبید زاکانی بودند و بخونید کتاب های عبید زاکانی رو که چگونه مسخره میکند شاهان زمان خودش را. و خوشا به حال اون پادشاهان، اونا در برابر امام الرحمن اصلا به چای کشی هم نمیرسن. اصلا من فکر میکنم که یعنی فرعون را که دیگر زبان زد است، در قرآن هست قصه های فرعون، ظلم او، بی‌عدالتیش، در برابر رحمان دیگر هیچی است. شما ببینید که فرعون با حضرت یوسف چیکار کرد. 7 سال زندانیش کرد، بعد با برآمد و از اونجا با وزیر شد، عزیز مصر شد از زندان فرعون. شما تصور کنید که در زمان فرعونی ما زید سعید و بزرگمهر و محمد علی و اینها از زندان برآیند و با در زمان پادشاهی همین وزیر شوند. اصلا افسانه هست. اینا حضرت یوسف اون طرف استاد، فردوسی، زاکانی، سعدی، همه اینها رو زندانی میکردن با این منطق، با این فراست، با این فهمیش. بنابراین من درباره این کتاب چی نظر میتونم گفت؟ اون مؤلفش واقعا مظلوم است، باید بدون قید و شرط آزاد شود. محررش هم
و اصلا جای گپ نیست. برعکس من همون قسمت هایی که خواندم که اینا سخت رسیده است و ایراد گرفتن واقعیت رو گفته است. خب چی بدی دارد که مؤلف در منطقه غرب یا قراتگین رشت یک دوست نیافته است؟ خب نیافته است بعد چی؟ منم در یک منطقه دیگر شاید دوست نیابم. این چی ربطی دارد به تحقیر؟ شاید اون منطقه غرب نخواست است با این دوستی کند. یعنی وقتی که اگر ببینید اینقدر اگر خورده‌گیری شود از همین فقط از کامنت ها و از پست های همین آدمان در فیسبوک و در شبکه ها میدونید چقدر پرونده جنایتی با همین منطقی خودشون میشود ساخت. اصلا دیگر اینا اگر همین منطقشون رو داشته باشن و از روی همین منطق نسبت پست ها و کامنت ها و نوشته های خودشون یا صحبت هاشون اگر رفتار شود، اینا باید اصلا دیگر آزادی رو هیچ وقت نبینن. من نظرم درباره این کتاب، درباره این مؤلفان، درباره این پرونده همین است دوستی عزیز.